امروز میخوام براتون دتاکس درست بکنم. دتاکسی که قبل از صبحانه و زمان ناشتا باید صرف بشه. چیزی که نیاز داریم: خیار، هویج، پرتقال، لیمو، جینجر. هویج، 3 تا لیمو، 1 عدد پرتقال بزرگ یا 2 تا پرتقال کوچیک، 2 عدد جینجر یا همون زنجبیل. میکس میکنه، یک قاشق چای خوری بهش زعفرون اضافه میکنه. یه دفعه هم خالی نمیکنیم، آروم بهش اضافه میکنیم. میکس شدن اونو از یه صافی نازک مثل پارچه نخی رد میکنیم. خوبه. ردش کردیم. تو این ظرفایی که حالا من تدارک دیدم 7 دونه است به ازای هر روز هفته، که این روتین رو به صورت خودکار شما انجام بدین.